و حضرت عثمان در دوام حیاتشون خدمت‌های زیاد در اسلام کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از خدمت‌های مشهوری که تا امروز خوبیش در ما هم رسیده ایستاده است، این جمع کردن قرآن بود. حضرت عثمان کاتب قرآن، نویسنده قرآن بودند. تا زمان حضرت عثمان قرآن مردم در ذهنهاش میدانستند، یعنی قرآن نازل میشد، پیغمبر بزرگوار و چند تعداد میگفتن، اونها حفظ میکردن، یعنی از یاد میکردن، اما در کتاب نبود. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خدمتی که کرد، این قرآن نوشته کرد، یعنی کتاب کرد و جمع کرد، که الحمدلله تا امروز ما از روی قرآن یعنی کتاب میخونیم. این خدمت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان میگه عادتی داشتن که عادتی دائمیشون در یک رکعت نماز کل قرآن ختم میکردن.